از همینجا آغاز کردم که تو بیاین که این درخت‌های و یا سایه‌های این منطقه را به تصویر بکشم. کارته زهیرالدین فاریابی. پایین او طرف عجب یک منظر است، خیلی خوب درخت‌ها سایه است. رکشا که میای منطقه را بخی مقبول ساختن. چهارراهی نیازی یا چوک نیازی. این چوک شاید اکثریت شما ندیده باشین، ما هم ندیده بودم. بله، 1 متر گلدان داریم، در بینش پایا میه، پایای برق است دیگه. 1 متر گلدان است در وسط. پیش یک وطندار عزیز ما هستم که در یک پروژه دیگه اینا را دیده بودم. ماشاءالله خیلی خوب زحمت کش بود. هر کس باید مسئولیت داشت. بله، اگر ما بتونم شغل شما را بکنم چه بهتر که شما را بکنید. این جوانا را میبینین با چه سرعت زود غلطک پر میکنن، از اینجا میبرن به اون ماشین. روزانه چند غلطک حساب میکنیم میبریم اینجا؟ حسابش معلوم نیست دیگه. از 100 تا 200 تا زیاد میشه. 500 هم تیر میشه دیگه. که این لایه اولش است و اون لایه دومش هم تقریبا 15 سانتی سرش خانم کانکریت میایه، کانکریت ریزی میشه. یعنی واقعا کار آسانی نیست. او بیادر است که دو غلطک و سیخ گل که سمتوی شده اونا را آورده. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساخزه همکار همیشگی شما در خدمت شماست. امروز ما به یک جای آمدیم، این سرگردان شدیم. همین جایی را که ما تارگت کردیم اصلا نمیرسیم. از همینجا آغاز کردم که تو بیاین که این درخت‌های و یا سایه‌های این منطقه را به تصویر بکشم. کارته زهیرالدین فاریابی یکی از مشهورترین کارته ها در مزار شریف است. اما در همین کارته زهیرالدین فاریابی یک سوژه دیگه است که شما در تملیل دیدین. ما میریم به اون سوژه سر میزنیم و از آنجا گزارش تهیه میکنیم. واقعا بیخی سرگردان شدیم. یک دفعه از رکشا را گرفتیم تا یک جا آمدیم، از اینجا تا اینجا پیاده آمدیم، ولی از اینجا میگه باید بری او طرف سو. خب این که کجاست اونجا میریم. خوب است این منطقه را یک ذره بلد شویم. حالا دیگه میریم پایین او طرف. عجب یک منظر است، خیلی خوب درخت‌ها سایه است. رکشا که میای منطقه را بخی مقبول ساختن. میریم به اون جایی که ما تارگت کردیم، به اونجا سر میزنیم و از آبادی و پیشرفت وطن امروز ما یک برنامه برای شما ثبت میکنیم و از شما خواهش میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید. بیننده عزیز، خوشبختانه به جایی که ما تارگت کرده بودیم رسیدیم. چهارراهی نیازی یا چوک نیازی. این چوک شاید اکثریت شما ندیده باشین، ما هم ندیده بودم. او طرف اگر به طرف سرک عمومی که به طرف فاریاب جلجان سر پل میبره میرین و او طرف اگر بالا بروی باز به طرف سرک عمومی که به طرف شولگر و چمتال و کشنده و در یوسف میره به او سرک میبرین. پس در این منطقه کارته زهیرالدین فاریابی اینجا یک سرک نمیفهم که عرضش چند است و طولش چند است. طولش فراتر از 300 متر شاید باشد. قرار است به بهره برداری سپرده شود. کانکریت ریزی همین لحظه جریان دارد در پهلوی خانه یاما پترول. گفتن از دور معلوم میشه که خیلی خوب سرش زحمت کشیده رئیس اداره خانه. یکی از بهترین نماها در مزار شریف خواهد بود. عملا در تصویر میبینید که افغانای عزیز ما، کارگرای عزیز ما کار میکنن، اسپالت میکنن. این را نمیفهم که اسپالت بگویم یا کرخو گفتن نمیتونیم، بخاطر که
کر نیست دیگه. شما عملا میبینید که سمت و چیزا هستن. خب هر صورت این را پرسان میکنیم که اصلا کانکریت ریزی بگیم بهتر است. کانکریت ریزی با انجینر مسئول شرکت که مسئولیت ساخت اینمی جاده را بر عهده دارد. همین جاده فرعی را امروز چند لحظه صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتر از او میگیریم. با ما باشید. بیننده عزیز، خوشبختانه با انجینر یا مسئول شرکت که قرار است اینمی سرک به برداری بسپاره و چور بکند هستیم و معلومات از اینا میگیریم. برادر عزیز سلام علیکم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر؟ صحتمند؟ سلامت. خانه آباد. نامتان؟ تشکر. انجینر وحید مصطفی زاده هستم، یکی از انجینران شرکت خورشید وطن. انجینر صاحب کدام سال از انجینر فارغ شده؟ ما در سال 1402 فارغ شدیم دیگه. حالا فعلا در مصروف کار در شرکت خصوصی خورشید وطن هستم. از کدام بخش فارغ شده؟ از جیودوزی. جیودوزی. بله، مربوط سرک میشه. سرک میشه؟ بله بله. ماشاءالله ماشاءالله. چه وقت میشه که کار اینمی سرک شروع شده؟ مدت کاری که از طرف شاروالی که برای ما سپرده بود 58 روز بود. بنابر مشکلاتی که داشتیم نتونستیم که به او وقت خود تعیین شده تکمیل بسازیم دیگه. انشالله که پیش از این دیگه به اتمام میرسانیم. ارزش چقدر است؟ به نظر من نام خدا خیلی ارزش زیاد معلوم میشه. بله، ارزش که است 1 متر گلدان است، 12 متر خود سرک است، 5.5 متر یک طرف ما، 5.5 متر یک طرف ما عرض داره. طولش 385 متر است. 385. بله. 1 متر گلدان منظورت نمی است؟ بله، 1 متر گلدان داریم. در بینش پایا میه، پایای برق است دیگه. 1 متر گلدان است در وسط. و جویش فکر میکنم کار جوی کاملا خلاص شده. جوی بله، جوی وقت تکمیل کردیم، خلاص کارهای جوی دیگه. این حال کنکریت بخیر شد. پیاده رو مربوط شما میشه؟ دو پیاده رو؟ پیاده رو برای دیگه موزاییک ما نمیگیریم، یک به صافکاری میکنیم بس. از بودجهش هم خبر داریم؟ ما خبر دارم میگه 650 میلیون افغانی است خرید. بله، 6.5 میلیون است افغانی دیگه. هم قدر است. خب چند نفر عملا مصروف کار هستن؟ برای چند نفر زمینه کار فراهم؟ در اینجا در حدود 50 نفر کارگر است که از جمله مکسرکار است، قالب‌بند است، سیمتو است، مصروف کار هستند. به به به. خانه آباد از معلوماتتان بسیار زیاد تشکر. افتخار ما است انجینر صاحب. سلامت باشین، موفق باشین، بخیر باشین. پیش یک وطندار عزیز ما هستم که در یک پروژه دیگه مینا را دیده بودم. ماشاءالله خیلی خوب زحمت کش بود. اینجا قدشان سر خوردیم. سلام علیکم. سلام. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ بخیر باشین. خانه آباد، سلامت باشین. نامتان؟ نام محمد ظاهر. ظاهر جان، دمی هر جا که میرم نام خدا دمی پروژه شما را میبینم. شکر خدای ما مدت 8 سال میشه از همین کار میکنیم. دمی بخش کار میکنیم. بله. او را بخیر خلاص کردی دیگه؟ بخیر، او خلاص شد، رفت تو کارش. ان شاء الله بخیر پشت سرش ادی برنامه‌های دیگه‌اش. این میه بخیر. بخیر. از کجا امروز شروع کردی گل صبح؟ امروز قسمتی چوک شروع کردیم، بخیر میریم تا سرک مزار شبرغان. نه گل صبح از همینجا شروع کردی؟ بله، گل صبح تقریبا از اینجا شروع کردیم. قسمت یکون 13 متر است که اومد تا. خودت اینجا چی میکنی؟ یعنی چی را کش میکنی؟ ما فعلا همین بخش ما میشه چوبگاز کش میکنیم. ما کارش مربوط به میشه که بالا و پایین نشه. بله. این کارش آسان است به نظر من. بله آسان تر است. چرا؟ یک کمی سخت است آوردنش. بله بله بله، او یک کمی سخت است، یک کمی راحت تر. نمیشه جان دمیج گرمی یک ذره چالاکی کردی سر دیگر را. موفق باشه. خب اگه بتونه اونا این کارو بکنه من غلطه کاری میکنم، مشکلی نداره. هر کس باید مسئولیت داشته. بله. اگر ما بتونم شغل شما را بکنم چه بهتر که شما را بکنید. هر کار به اهل کار واسه بله بله، میگه هر کس در کار خود خلیفه است. یک ذره تردار بیا کار. نه اصبرش خودت موزه است ما تو ولی پایت نگیره. چند روز میشه اینجا کار شروع کردیم؟ ما امروز 3 روز میشه در شمول کار هستیم. 3 روز اینجا. بله.
از امون روزی که ما شما مصاحبه کردیم بعد از او خود ان شاء الله بیکار خو نماندی در جای نه بخیر پروژه چهارم است یا پنجم است بنظرم بعد از او که ما شما مصاحبه داده بوده کی کار میکنی؟ بله ها نام خدا آفرین تیارا. من دوست دارم که در هر پروژه بعد از خودت ببینم و امروز چند صحبت من خوش دارم که همیشه با شما مصاحبه کنم. مصاحبه قبلی مرا خود ندیده بودی نه؟ نه مصاحبه قبلی تا بال ندیدم. یه دیگه صبح شب 9 بجه نشر میشه. ان شاء الله بخیر. نام کانال هم مزار مایک است. ببین که گفتای مصاحبه دیگه برای ان شاء الله بخیر. موفق باشین. قربان شما. سلامت باشین. بخیر باشین. بینندگان عزیز پیسه پیدا کردن کار آسان نیست اگر راستش بگوییم. راست هم است. این جوانا را میبینین با چه سرعت زود غلطک پر میکنن. از اینجا میبرن به اون ماشین. باز در اون ماشین اینا را قطع سیمنت یک چام میسازه. یک غلطک ریگ است یا یک غلطک مینیم جغل است، یک بوجم سیمنت است. این رو ماشین مخلوط میسازه. باز اینا پس همین غلطک میبره اونجا که سرک میندازه 15 سانتی است فکر میکنم. یعنی واقعا کار آسانی نیست. او بیادر است که دو غلطک و سیخ گل که سمتوی شده اونا را آورده فکر میکنم در بالای چی میمونه، جوی میمونه. این دان جوی هم فکر میکنم که بسته میشه. یعنی واقعا در افغانستان پیسه پیدا کردن برای بعضی ها مثل این برادرها بسیار مشکل است و برای بعضی ها آنقدر آسان است که هیچ دیگر پرسان نکنم. تو باش که نمی وطندار ما من نمیفهم که از کجاست که چند روز میشه اینجا کار میکنن که روزانه چند غلطکی چه انتقال میتن. یعنی میره از اینجا تا اونجا که چند غلطک میشه این از خودشان پرسان میکنن. میشنویم ما باش یک چند لحظه چند لحظه برشان صحبت بکنم که از بشان پرسان میکنن که چند روز میشه که کار میکنه و روزانه چند غلطکی انتقال میدن. آفرینشان، صد آفرینشان. حالشان آباد. سلام علیکم. استاد چند دقیقه نمیشه چی حال دارین؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خسته نباشی. سلامت باشی. نامتان؟ سیف الله جان از کجا هستی؟ آخچه؟ چند روز میشه کار میکنی اینجا؟ امروز 3 روز میشه اینجا کار میکنم. پیش از او کجا کار میکردی؟ مزار شریف کار میکنم. چند سال میشه که مزار کار میکنی؟ تقریبا 2 سال میشه کار میکنم. خارج خونه رفتی؟ نه خارج. روزانه چند غلطک حساب میکنی میبری اونجا؟ حسابش معلوم نیست دیگه. از 100 تا 200 تا زیاد میشه. 500 هم تیر میشه دیگه. 500 هم؟ یاره بیشک. چه خانه چه وقت میشه نرفتی؟ یک هفته میشه مادر. باز اینجا که مثلا یک کمی پیسه که جمع کردی خرج خانه رو پیدا کردی باز پس آخچه میری؟ یک 10-15 روز کار میکنم آخچه میرم. باز پس می اینجا؟ بله کار بارم مزار است. در مزار است. کاملا از کار غلطک است. اما غلطک است دیگه چیکار است؟ غریبی است دیگه. غریبی است. در غریبی ننگ است نه شرم است. آفرین است. دوستی نمیکنی، سرقت نمیکنی. مرد باشه از دست نان بخوره هر کس باشه. به هر کس مرد باشه از دست خود نان بخوره. خانه آباد سلامت. ببخشید ان شاء الله از وقت نگرفتم. بفرمایید. واقعا یعنی ممکن است روزانه حتی تا 500 غلطک هم شوه که اینا از اینجا انتقال میدهد به اونجا. آفرین و صد آفرینشان. میریم اون طرف هم کم مانده به سرک عمومی که به طرف جوزجان سرفل فاریاب میبره به اونجا میرسیم. باز با شما خداحافظی میکنم. کسایی که یک زمان در کارتای ظهیرالدین فاریابی زندگی میکرد اما حالا نیست، شاید توانسته باشم از اون محله که شما زندگی میکردین ما تصویر گرفته باشیم. اما هدف و تمرکز بیشتر ما سر ساخت و ساز اینمی جاده بود که این لایه اولش است و اون لایه دومش هم تقریبا 15 سانتی سرش خانم کانکریت میایه، کانکریت ریزی میشه که مستقیم به مو چوکی پیش خانه یا ما پترول
اونموج است که 380 متر طولش است، تقریبا دیگه 12 متر هم عرضش میشه و 6.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری شده و پیش از این انشالله به بهره برداری سپرده میشود. و این هم سرک عمومیه که به طرف جوزجان مزار جوزجان سرپل میره. ما دیگه از اون سرک آمدیم، خیلی خسته شدیم، از اینجا خیلی نزدیک بوده، با اینکه دیروز ما متوجه شدیم ولی گفتیم شاید یک ذره دور باشه، اما نه، از این طرف خیلی نزدیک بوده، تقریبا 1 کیلومتر، از این طرف عین 2.5 کیلومتر شاید قبیه اگر اشتباه نکنم، یا 500 متر از اینجا بیه. خب هر صورت بالاخره ما به هدف رسیدیم. از شما تشکری میکنیم. تا برنامه بعدی که من حیات الله اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. خداوند حافظتان.